اگه تو هم میخوای سفره‌هات همیشه خاص و متفاوت باشه، چه مهمونی و دور همی صمیمی باشه یا مراسم رسمی مثل ولیمه، سالگرد یا حتی یه دور همی ساده خونه یه مامان بزرگ، میخوای وقتی مادر شوهر و خواهر شوهرت وقتی سفرت رو ببینن قشنگ قفل کنن و مات بمونن و تو دلشون بگن اینو دیگه از کجا یاد گرفته؟ یا حتی تازه عروس داری و میخوای یه سورپرایز سنگین براش سنگ تموم بذاری که تا داره یادش بمونه و همه جا تعریف کنه از سلیقه و کدبانو بودنت؟ این آموزش نون و شیرینی دقیقا همون چیزیه که همه دنبالشن و آرزوشو دارن ولی بلد نیستن. با کمترین هزینه خوشگلترین و متنوعترین مدل نون و شیرینی رو درست میکنی، اونم توی کمترین زمان بدون نیاز هیچ تجربه‌ای. این ویدیو رو تا آخر ببین و حتما سیوش کن. باور کن بار دومت و سومت هم سراغش میای. یادت نره بفرست برای دوستایی که همیشه دغدغه چینش سفره و پذیرایی دارن، چون این ایده ها برای هر مناسبتی میدرخش و همه رو میخکوب میکنه. اگه برات مفید و کاربردی بود لایک و کامنت یادت نره رفیق.